السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را از علامت‌های آخر زمان خبر داده است و یکی از علامت‌های آخر زمان از بین بردن کعبه است، قبله مسلمان ها. کعبه را در آخر زمان مرد سیاهی که از حبشه است ویران میکند. او را ذو السویقتین مینامند، یعنی مردی که پایهای کوتاه دارد. این مرد کعبه را یک سنگ ویران میکند، یعنی از بالا تا پایان. و کعبه چه چیزهای قیمتی دارد همه‌اش را با خود میبرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید کعبه را مردی که از حبشه است خراب میکند، نامیده میشود ذو السویقتین. مرد سوال کرد، گفت چگونه کعبه را ویران میکند، در حالی که خداوند میفرماید در قرآن کعبه و مدینه را ما در امن و امان نگاه داشتیم و نعمت‌های به سوی آن آورده می شود. این رزقی است از جانب خدا برای اهل همین مکان. ما در جواب می گوییم این حادثه در آخر زمان می شود، وقتی که در روی زمین کسی خدا را یاد نمی کند، یعنی یگان مسلمان نمی ماند و مکه و مدینه خالی از مردم می شود و در این دو جای بزرگ حیوانات زندگی می کنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید یکی از علامت‌های آخر زمان این است که در روی زمین هیچ کسی الله را نمی شناسد و هیچ کسی الله نمی گوید، یعنی خدا را هیچ کس نمی شناسد. در دیگر حدیث می فرماید که در همان زمان دیگر حج نمی شود، یعنی در زمانی که مسلمان نمی ماند در مکه و مدینه یگان مرد مسلمان نمی ماند که یعنی حج و عمره و زیارت قبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسجد نبوی و دیگر جاهای مقدس مسلمانان باشد. در روی زمین فقط مردمی میمانند که از خدا بیخبر و از خدا دور و مثل حیوانات و بلکه از حیوانات هم بدتر در روی زمین زندگی میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اینها را بدترین مردمی روی زمین نامیده میشوند. یعنی بعضی از همینها گناهایی میکنند که در نظر هیچ کس هم نمیتوبند، یعنی مردم فقط زندگی میکنند و خلاص. یگان آدمی نمیماند که خدا را عبادت کند و خدا را بشناسد. از روی همین است که کعبه و مدینه برای هیچ کس در کار نمیشود و حیوانات آنجا را زندگی میکنند و یک جای ویرانه و یک جای عادی میشود. خدا همه ما و شما را از این وقت و از همین زمان و از همین مردم نگهبان باشد.